با نام خدای یکتا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی خودتان. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش های روزگار. دوستان عزیز، برنامه امروزه ما دوام برنامه گذشته می باشد. چنانچه می دانید ما دوام برنامه شهر بیلفیلد آلمان را در نظر دارم و میخوام در این برنامه قسمت دوم این برنامه را به هر شما پیشکش و پیشنهاد نمایم. بریم با یک جای ببینیم که شهری بیلفیلد آلمان چگونه است و چه چیزهای دیدنی و جایهای زیبا برای گشت و گذار دارد. چنانچه گفتیم دوستان عزیز، شهری بیلفیلد آلمان در سمت شمال شرق آلمان جایگیر شده است و یکی از شهرهای کلانترین با پرنفوذ و آوازه‌دار آلمان به حساب می رود. و دوستان جایز است که برای برادران و تماشابینان گرامی که ما را از طریق کانال یوتیوب ما را میبینند یک تشکر خاصی داشته باشم، چون آنها ما را لایک میگذارن، کامنتر مینویسن و از برنامه های ما دیدن میکنند. یک جهان تشکر، یک جهان سپاس. بیلفیلد یک شهر در شمال غرب آلمان جایگیر شده است. آن مرکز منطقه اوست وستفالن لیپی می باشد و یک چند مرکز بزرگ تحقیقاتی حسابیده می شود که در آن بسیار از شرکت های بین‌المللی و یک چند دانشگاه ها جایگیر شده‌اند. بیلفیلد یک شهر دانشجویان با قلعه و معمارهای زیبا و اینچنین امکانات فراغتی و فرهنگی را دارا می باشد. شهر بیلفیلد در عصر 16 مرکز صنعتی گازواری راونسبرگ بود و در اینجا اولین اسباب‌های مکانیکه شده در سال 1851 میلادی پیدا شدند. در سال 1891 میلادی دکتر آگوست اویتکر خاکه مشهور نانپزی را اختراع کرد که این چاره‌بینی آغاز تجارت آیلوی مشهور جهانی تحت برند دکتر اویتکر گردید. در عین زمان شهر بیلفیلد مرکز فعالیت‌های صنعتی به مانند استحصال ماشین‌ها، لباس، محصولات کاغذی و خوراکواری میباشد. عزیزان، بریم قسمت دومی برنامه را با هم تماشا کنیم. دوستان عزیز، ما هنوزم در شهر بیلفیلد هستیم. الحمدلله دایم همیشه ما وقت سیام کم میشه برای اقسام میگیرم. اینم یکی از جاهای دیدنی از زیبای شهر بیلفیلد. شهر بیلفیلد دوستان خیلی زیبا بوده است. اینجا مترو، طرف هم دیگه کوچه ها و خیابان ها خیلی زیبا بود. میبینید دوستان، یعنی مرکز شهر بیلفیلد همینجا بوده. دوستان عزیز، ما نصیب باشه امروز شاپینگ میکنیم یا چی میگیم، خرید میکنیم از مغازه های شهر آلمان، شهر بیلفیلد. ببینیم چی چیزهای خوب داره، ببینیم کراسافکی و دیگه چیزهای خوب. با ما باشه دوستان، باز زود برمیگردیم. سفرهای ما دوستان عزیز در کوچه های شهر بیلفیلد ادامه دارند. ما هنوز در مرکز شهر هستیم و میریم دیگه طرفی شهر و ببینیم چه چیزا ما بهر شما آماده کرده میتونیم. دیگه دوستان در اینجا مغازه H&M بچه ها نام کردن حاجی میرزا. و بچه ها دیگه جوانن، شوخن
خیلی کارا را داره جوانی. خب دیگه خیلی میریم دیگه طرف. ببینید چقدر خیابان ها و جاده های خوب و زیبا و دیدنی داره. شهری بیلیفلدی آلمان. دوستان عزیز یک چیز جالبی که دیدم در شهر بیلیفلد این یک رسام است. تمام بیرق‌های دنیا را رسامی میکنه، نقاشی میکنه و میاد اینجا به نمایش میذاره و هر کسی که از هر دولتی بود گذاشت به حساب پول میمونه و دیگه میره ان شاء الله. اینجا هم بیرق تاجیکستان هم هست و میریم با کمک پول میمونیم. دوستان عزیز اینجا هم بیرق‌های تمام دنیا هستن و اونجا هم بیرق تاجیکستان که رفتیم در بالاش پول موندیم که مردم اینجا ببینن که تاجیکستان هم در این شهرها نفرهای تاجیک هم میگردن. اینجا هم هستن برادران فرزبان. کجاست؟ ایران؟ افغانی. خیلی خوب. اینجا برادر افغان است. استاف که بالا شده بچه. ما که 10 یورو موندیم دیگه همه برادران دیگه 10 یورو میمونن. خب بگذاریم دیگه از این حرفا بریم دیگه طرفای شهر. ما میریم طرفای دیگر شهری بیلیفلد ببینیم چه چیزای جالب و دیدنی ما بهر شما پیدا میتونه کردم. دوستان عزیز یک چیز دیگر نگفتن نماند. اینجا یک نقاشی دیگه است که از خم یا پیساک ببینید سگ کشیده است و اینجا خیلی زحمت کشیده زنکک. خیلی این صنعتی بالا کار داره، صنعتی نازک است. ببینید با نوکی کارچه میدهک از مخصوص خم باید از مخصوص قم گفتی که پوکی خیلی چی گرفته است ساز است سگ قطعی مادرش. یا مرکز شهری بیلیفلد. دوستان عزیز این هم دیگه کوچه های شهر زیبای بیلیفلد و این هم دیگه جاده ها این طرف ها چنانچه که می‌دارید ما فعلا در مرکز شهری بیلیفلد قرار داریم. با ما باشید دوستان، برنامه‌های ما ادامه دارن از این شهری زیبا و دیدنی. دوستان عزیز این هم دیگر سمت خیابان مرکزی که مرکز شهر با گاغ یا وокزالی راه آهن می‌پیوندد و از این راه آهن شما می‌توانید که تمامی 4 طرفی شهر بیلیفلد بروید. نگفتن نماند یک دانه تیکت چند بود؟ یک دانه تیکتی مثلا و اطرافای شهر رفتن 7.5 یا تا حدودی 8 یورو است. و دوستان نگفتن نماند در شهر مثلا در تمام آلمان 3 ماه تخفیف شده است. مثلا اگر 9 یورو بلیت بگیری در تمامی مثلا آلمان 3 ماه به پول میگردی. در دوام 3 ماه با همین 9 یورو. با اون خاطر خیلی وقت خوب اومدیم. ما هم در وقتی ماه اوگوست است دیگه خیلی هم جایی اومدیم و ارزان برای ما تمام شد. تمام شهرها را اگر بگردی با 9 یورو میتونی که سفر کنی و ببینی. این هم دیگه کوچه شهری بیلیفلد. دوستان عزیز این هم قطارها و پایزهای شهری بیلیفلدی آلمان که به هر طرفی آلمان سفر میکنه. یه هم دیگه کوچه و خیابان هاش. سلام دوستان عزیز، ما امروز در یکی از خانه های برادرها قرار داریم در شهری بیلیفلدی آلمان و نصیب باشه برادران که چی ساز کشن کباب و بعد چند لحظه نوش جان میکنیم. دوستان ما را همراه باشید. ما میریم دیگه طرف های دیگه طرف خانه
ببینید اینجا در آلمان نگه که کرپا و کرپاچه تاجیکی نیست. گفتی گپا که برادرها زحمت کشیدن از خود که تاجیکستان کرپا و کرپاچه زکات کردن. اینا ببینین با نگه که در آلمان و در اروپا نیست. و این پرده هم همچنان از طرف تاجیکستان آمده گن. این هم یکی از خانه های برادری تاجیکی ما در شهر بیلفلدی آلمان. دوستان عزیز، سفرهای ما ادامه دارن در شهر بیلفلد و این هم یکی از گاغ‌های اتوبوس شهر و ما میریم طرف گاغی قطاره یا پاییزهای شهر بیلفلد. و دوستان خیلی شهرک خوب، شهرک زیبا، تمیز، آزاده. گفتی ایران خیلی قشنگ. و ما میریم دیگه طرف های شهر و جریان سفرهای ما از داخل شهر بیلفلد آلمان به انجام رسید. این هم بود کمی معلومات درباره شهر بیلفلد آلمان. و شما دوستان عزیز بیننده برنامه ما باشین تا آخر برنامه و به کانال ما سر بزنید، کانال ما سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله دائمی رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های ما گردید. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و مددگار همه ما شما باشد. بدرود. دوستان ما فعلا قرار داریم در وокزال یا گاغ یا راه آهنی شهر بیلفلد. این هم قطاره برلین آمده است. nach Altenbeken, Abfahrt 12:49 Uhr.